سلام به ویدیو دیگه خوش اومدید. بعد مدت بگم یک ساله دارم ویدیو میگیرم. امروز 21 7400 اومدیم پیش سامن همایش بخش دریفت داریم و دو تا ماشین خیلی خفن داریم اونجا. یه جی تی 86 موتور نیسان جی تی آر R35 نیسمو روی جی تی 86 یکی دیگه هم توگزیه. حالا بریم اول چه رسیدیم چه خبره. اول بریم بخش ریس ببینیم چه خبره اینجا. ماشین خیلی خفن، یه دوج دوزار موقت همه دورش جمع شدن. خیلی وقت تو مشهد بریم ببینیم بعدش همه اینا رو میخوره حاجی. اینو میگفتم من. حالا وقت بخش دریفته، بریم ببینیم دریفت ماشینا اومدن نیومدن. بریم داخل ببینیم چه. این بخش دریفته، دو تا ماشین خفنی که گفتم اون نهاش. یکی نیسان R35 موتورشه، یکم تویزیه. رسیده شروع کرد. خب اینجا یه دونه جی تی 86 داریم، یک کلاچه که خیلی خوب دریفت میزنه. خب یک کیسه دیگه موتور تریوزت نه تریوزت نیست، وان جیزیه فکر کنم. نمای جلوش اینه میده، کولر خوشگلش خیلی جذابه. بریم ببینیم داخلش چی داره. خب یه جفت صندلی ریس اسپارکو، فرمون دستی هیدرولیک و صفحه کیلومتر دیجیتال، یعنی که تو فیلم ما می‌بینیم مثل عربا. و فرمونش هم که خیلی خفنه، کلا جمع شده واسه پیست. این هم داخلش رول کیج. اینو دیدیم، حالا بریم موتور این یکی ببینیم این موتورش چیه. جی تی 86 هم موتور R35 اومد داخل حرکتی بزنه ببینیم.
اینجا یه جی تی 86 داریم که دریفتش واقعا تمیزه. حالا بیاد که یکم بعد بره داخل ببینید چطوره. این کلیسه رفت داخل، ماشین جوش شد نزدیک 150 تا 180 درجه فکر کنم و این چند تا ماشینی که اینجا هست، این سلیکا یا هوندا سیویک. این ویدیوش هم توی شورت هست، بخش شورت ویدیوی گذاشتم یه تیکه. اینجا میه BMW سری 5 زدن، نمیدونم دقیقا مدلش چیه، خیلی خوشگله. بریم نمای جلوش هم ببینیم، خیلی خفنه ویو جلوش، اون بوحت ازش میباره. این پژو پارس هم چراغش خیلی باله، مثلا کیت مکش هواه. اینم از ویدیو امروز. بعد مدت یه ویدیو بگیرم، همایش بخش دریفت بود، خیلی سعی کردم از دریفت بخش ماشینشو بگیرم و ریس و موتور یا اینکه بخش سیستمیش خیلی جذاب نبود، چون بخش دریفتش دو تا از ماشین خیلی خفن اومده بودن. امیدوارم خوشتون اومده باشه، حتما لایک و سابسکرایب یادتون نره دیگه. از این بعد هر جمعه ویدیو میذارم.